دادستانی ولایت نوفگورود روسیه روز 7 نوامبر خبر داد که دادگاه نویه ولدای ساکنان نویه ماریووا جمیلا چریپاویتسکایا و دوگانه او ایلینا ریبینکووا را به 2 سال شرطی زندان محکوم کرد. این دو زن به آن گناهکار دانسته شدند که حق پدری 5 فرزند جمیله را در عوض پول به 5 شهروند تاجیکستان به طور قلبکی حجت کرده دادند تا که آنها به آسانی بتوانند حق اقامت در روسیه را به دست بیارند. بنا به اطلاع رسمی دادستان دادگاه نویه ولدای بر اساس طلب نماینده دادستانی نویه ماریووا جمیلا چریپاویتسکایا و ایلینا ریبینکووا را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه در تشکیل بود و باش غیر قانونی شهروندان خارجی در روسیه در اساس مصلحت پیشکی از طرف گروه شخصان گناهکار شناخته و به 2 سال شرطی زندان با 1.5 سال مهلت سنجشی محکوم کردند. دادگاه معین کرد که ماه آگوست سال 2020 ریبانکووا و چریپاویتسکایا پیشنهاد کرده است که در عوض پول حق پدری 5 فرزندش را به طور قلبکی به شهروندان تاجیکستان دهد. از 13 آگوست تا 25 سپتامبر سال 2020 حجت‌های پدری قلبکی برای همه 5 فرزند این زن به رسمیت درآورده شد. چریپاویتسکایا و ریبینکووا برای این عملهای خود هر دو دفعه متناسباً از 30 تا 55 هزار روبل و از 2000 تا 45 هزار روبل گرفتند. در نتیجه چنین عملهای غیر قانونی شهروندان تاجیکستان اجازت بود و باش در قلمرو روسیه و حق اقامت به دست آوردند. گفته می شود در اطلاع دادستانی بنا به این منبع هر دو زن به گناه خود پورا اقرار کردند. حکم آنها هنوز به اجرا ندرآمده است و آنها می توانند از آن به دادگاه بالای شکایت برند. همچنین با طلب دادستان دادگاه هنوز ماه اپریل سال 2021 سندها درباره حق پدری شهروندان تاجیکستان به 5 فرزند چریپاویتسکایا را هم بیکار کرد. مهاجران تاجیک در روسیه برای آسان کردن امکان بود و باش و کار و زندگی خود در روسیه مجبور می شوند از راه‌های چون عقد و نکاح قلبکی و یا حق پدری قلبکی استفاده برند. هر ماه از روسیه درباره بیکار شدن چندین عقد نکاح ساکنان محلی با مهاجران تاجیک گزارش‌ها به دست می رسند.